هستیم، ما ایرانی گیلانی مازندرانی هستیم، ما ایرانی کرد هستیم. اگر جناب هجری و احزابی همچنینی نمیتونن خودشون رو با ایران تعریف بکنن، با حرکت هایی که در ایران انجام میشه، با جنبش های آزادی خواهی که در ایران انجام میشه، من تعجبم از این است که ما چگونه انتظار داریم که این یاران و این دوستان بتونن که در این تشکیلاتی مثل نهاد مردمی یا هر تشکیلات آزادی خواهی دیگری بتونن در کنار ما قرار بگیرن. مهم و مسئله اینها الان آنچه که داشتن ایشون میفرمودن این است که ما بپذیریم که اینها ملیت هستن. یک. دوم این است که باید ایران فدرال بشه. عزیز دلم، آخه قربون شکل ماهت برم، اگر امریکا فدرال شده مالی این بوده که امریکا مالی عده سرخپوست بود، میلیون ها آدم غیر سرخپوست رفتن اون تو و طبیعتاً چون از فرانسوی رفت، آلمانی رفت، سوئدی رفت، ایتالیایی رفت، نمیدونم قبرسی رفت، عرب رفت، هر کی رفت اون تو، بنابراین اونا شدن فدرال. ایران که اینجوری نبوده. کردها ایرانی بودن، آذری ها ایرانی بودن، گیلانی ها ایرانی هستن، و مازندرانی، خراسانی، اهوازی، بلوچی، همه ما ایرانی هستیم. بنابراین سپاسگزارم. من معتقد هستم که جناب فروتن ما باید فرصت داشته باشیم در مورد این بحث هایی که در تلویزیون نهاد میشه، ما هم این فرصت همین دقیقه های 20 دقیقه نیم ساعتی که این دوستان ما این تریبون دستشون است، ما هم باید این تریبون دستمون باشه و بتونیم از نظرات و عقاید خودمون دفاع بکنیم. سپاسگزارم. گویان رها. با تشکر از آیدی جاوید آزادی که با کمال احترام در چارچوب بحث امروز نظرات و صحبت خودشون گفتن. اجازه بدید قبل از اینکه جناب هجری پاسخ ایشون رو بدن، من این قول رو به عنوان سخنگوی نهاد مردمی و یکی از اعضای شورای مدیریت نهاد مردمی خدمتتون عرض کنم. این خدمت و این قول رو بهتون بدم. همونطوری که در طرح نهاد مردمی اومده، شاید برای اولین بار در این 30 و چند سال در شورای دوران گذار به موازات کارهای اجرایی که برای برکناری رژیم داره در حال حاضر انجام خواهد شد، ما ایرانیانی رو که معتقد به این 1 عدد و 5 اصل هستن، نه که ما، ایرانیانی که معتقد به این 5 هستن، میتونن به طور دموکراتیک بیان رأی بگیرن، بیان اونجا و ساعتها از طریق تلویزیون و رادیو به طور پخش مستقیم مثل امروز ساعتها بحث بکنن، برای اینکه این بحث ها هست که مهم هست و مردم باید بشنون. وقتی که این بحث ها و این صحبت ها 1 روز و 10 روز و 20 روز و 30 روز پشت سر هم بشه و مردم ایران از جناب هجری بشنون، از جناب سوادکوهی بشنون، از جناب نمیدونم جاوید آزاد بشنون، بالاخره تصمیمشون رو میگیرن. میگن آقا ما یه حزب دموکرات کردستان رو میخوایم یا نمیخوایم، یا موافقیم یا نیستیم، یا این رو قبول داریم یا نه. و بعد بر اساس اون هست که ما با سیستم هایی که داریم رأی گیری در داخل و خارج از کشور بتونیم یک انسجامی و حداقل این دیوارا رو بیاریم که بتونیم هر چه زودتر. من فکر می‌کنم جای همکاری بسیار هست. این عدم اعتمادی که جناب هجری بهش اشاره کردن در این 20 سال گذشته هر دو فر قضیه هست. هم در داخل به قول ایشون ملیت ها هستن، ما میگیم اقشار مختلف و برصد ایرانیان مختلف. اون ور قضیه هم هست که این عدم اعتماد هست. ما اول باید اعتماد سازی کنیم و به نظر ما در نهاد مردمی تنها راه اعتماد سازی شفافیته. باید حرفا رو گفت. این سند مدرکی که امروز ما داشتیم یک سند تاریخی هست. جناب هجری صحبت کردن به عنوان دبیرکل حزب دموکرات کردستان و دیگران. این بحث‌ها باید ادامه پیدا بشه. زمان صحبت‌ها باید مساوی باشه، بر اساس یک چارچوب ضوابطی باشه. من بسیار بسیار خوشبین هستم که اگر واقعا صادقانه ما برای ایران و ایرانی و آزادی ایران و حقوق مساوی مردم ایران بخوایم کار بکنیم، ما به نتیجه میتونیم برسیم. سخن آخر با جناب هجری، میهمان گرانقدر برنامه امروز ما. بفرمایید جناب هجری. خیلی متشکرم از آقای جاوید آزادی که مسائل خودشون رو صریح به میان گذاشتن. من در پاسخ سوال این هموطن عزیز باید عرض بکنم که وقتی که من سخن از مسئله جنبش ایران به میان میارم، سخن از این به میان میارم که برای آینده ایران بایستی از همکنون راهکارها را نشان بدیم. نشانه اینه که من دغدغه ایران رو دارم. اگر مسئله ایران نباشه من چه مجبور هستم مثلا بیام در این برنامه شرکت بکنم یا در بقیه همایش هایی که هموطنان عزیز در
کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا برگزار میکنند نمایندگان ما حضور داشته باشند. بنابراین مسئله بسیار روشنه. ولی همین که یک هموطنی بخواد از من اعتراف بگیره به عنوان یک کرد که آیا من کرد هستم یا ایرانی هستم، به نظر من این خودش نشون میده که هنوز همانطور که عرض کردم اون دیوار بی‌اعتمادی فرو نریخته و نمیشه هیچ پایه ای را بر بنای بی‌اعتمادی بنا کرد. ما وقتی که با هم دیگه میشینیم صحبت میکنیم از ایران، ممکنه نظر من با نظر بخشی از هموطنان متفاوت باشه، ولی این دلیل بر این نیست که اون هموطنی که نظرش با من مختلفه یا مال من از من ایرانی تره و از من بیشتر برای ایران دلسوزی میکنه. در رابطه با جنبش سبز وایسی عرض کنم، ما جنبش سبز از همون روز آغاز مواضع خودمون را اعلام کردیم کتبی و الان هم جزو مدارک حزب در وبسایت حزب و در وبسایت خود من هم حتما میتونید اونو پیدا بکنید. موضوع ما این بوده که اگر جنبش سبز اگر بر اساس خواستهای آقای کروبی و آقای موسوی شکل گرفته و این جنبش میخواد جمهوری اسلامی ایران را استحکام ببخشه، به قول اونها این جمهوری اسلامی مثل قطاری که از ریل خارج شده، ما باید اون روی ریل بیاندازیم. اگر به قول این آقایون میخوان در چارچوب قانون اساسی کنونی ایران برای مردم ایران دموکراسی و آزادی تأمین بکنن، ما این جنبش را جنبش آزادی خواهی نمی نامیم و باش درش شرکت نمی کنیم. ما جوانان خودمون رو به کشتن نمیدیم، تحمل به زندان نمی فرستیم که بیان جمهوری اسلامی که در سطح بین المللی و در داخل کشور مورد بی‌اعتمادی قرار گرفته به علت سیاست های غلط اونها، قانون اساسی که پایه و مایه همه نکبت ها و بدبختی های مردم ایران هست از اون دفاع بکنیم. ولی اینو میگیم در همین حال که بخش زیادی از مردمانی که در این جنبش شرکت کردند به خیابانها ریختند، به زندان رفتند و کشته شدند، اینها مردمانی بودند که آزادی میخواستند و شرکت کردن در این تظاهرات جنبش سبز را به عنوان بهانه‌ای برای ابراز نظرات خودشون مورد استفاده قرار دادند. همچنان که دیدیم به فاصله 1-2 ماه بعد از آغاز این راهپیمایی‌ها، شعارهای اصلی مردم که سرنگونی رژیم بود و مرگ بر دیکتاتور بود از هر طرفی شنیده شد. بنابراین از نظر ما نه جنبش آزادی خواهی ایران با جنبش سبز آغاز میشه، بلکه از همان روز نخست بنیانگذاری جمهوری اسلامی مبارزه آزادی خواهی شروع شده که یکی از این مبارزات با افتخار میگم حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کرد بودن و تا کنون هم ادامه داره و تا به رسیدن به مقصد ادامه خواهد داشت. جناب هجری اجازه بدید که من اینجا چون وقت این قسمت برنامه تموم شده از شما بسیار بسیار تشکر بکنم. همونجوری گفتم من فکر میکنم تا زمانی که ما این بحث ها رو به این صورت به طور شفاف در پیشگاه مردم ایران انجام ندهیم، دشمنان و حسودان و مزدوران از این فرصت ها استفاده خواهند کرد و به جای اینکه باعث بشن که اختلاف نظرها به هم کمتر بشه و نزدیکی ها بیشتر بشه و انسجام بیشتر بشه، آتش میاندازن و سم میاندازن در این روابط. همونجوری که شما فرمودید، شما دلیل نداره که در این برنامه شرکت کنید و صحبت کنید و انتقاد دوستان دیگر هم بشنوید. من خودم شخصا حرف شما رو بر اساس صداقت شما و حزب دموکرات کردستان میگیرم. آقای شریف بهروز در رابطه با نهاد مردمی میدونن، سایت رو میدونن، یک هدف و 5 اصل هست، یعنی روی هم رفته 9 خطه. هر ایرانی
هر غیر ایرانی، هر سازمان سیاسی، هر حزبی، هر انجیو و رسانه‌ای که اگر این 9 خط رو قبول داره که من در صحبت‌های امروز حس نکردم که شما قبول ندارید و خود آقای شریف بهروز هم در جلسه‌ای که هفته گذشته در اروپا بودیم ایشون هم هیچ مخالفتی با این 5 خط نداشتن. من فکر از شما دعوت میکنم، از آقای بهروز دعوت میکنم، از دوستان و هواداران و اعضای حزب دموکرات کردستان در سراسر جهان دعوت میکنم، فردی نه سازمانی، بیایید در این چند روز آینده 1-2 نفرتون حتی از این هدف و پنجه است پشتیبانی کنید، خودتون رو کاندیدا کنید برای بالاترین مرجع قانونی نهاد مردمی که تشکیل شده. شماها بیایید و بسازید و هدایت کنید این راهی رو که ما همه داریم میریم با هم. یک کار دموکراتیک شروع شده، وقتم کمه و از اینجا من از شما تشکر میکنم و قول شما رو که در پیشگاه مردم ایران به ما دادید من اینجا نوشتم در 1-2 هفته آینده باز با شما و یا مسئولین دیگر در یک جمع بزرگتری که از گروه‌ها و سازمان‌ها و افراد مختلف دیگه باشن این بحث رو ادامه بدیم و امیدوارم که هر چه زودتر در این شورای دوران گذار و یک چیزی به نام دیگری شبیه اون کنگره ملی این بحث‌ها رو پیش ببریم. فقط با صحبت در رابطه با این خواست‌ها و نظرات هست که ما فکر می‌کنم میتونیم که از واژه‌ها بگذریم به عمق مطالب برسیم، دست دوستی بدیم و با هم همکاری کنیم برای همبستگی و برکناری این رژیم خونخوار. بسیار بسیار از حضور شما متشکرم جناب هجری و تا جلسه بعد که در خدمت شما و دوستان شما باشیم من بدرود میگم. منم خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم. از زحمات شما سپاسگزارم و امیدوارم که جلسات دیگری اینچنین در تلویزیون اندیشه داشته باشیم و نظرات هموطنان عزیز دیگر را هم بتونیم بشنویم. 100% این کار رو خواهیم کرد. نهاد مردمی فقط برای این درست شده و بدرود. خیلی خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب هموطنان عزیز اجازه بدید که منصور عزیز یک ویدیو کوتاه پخش بکنید. خانم سارا سفیری اگر که خانم آنت مایر آماده هستن رو من ایشون رو در اوو نمیبینم. قرار بود که ایشون آماده باشن برای این قسمت برنامه. ایشون رو من نمیبینم آنلاین باشن. اگر ممکنه با ایشون تماس بگیرید و که با ایشون ما برنامه رو که داشتیم رو پیش ببریم. منصور جان ویدیو رو پخش کنید و با هم برمیگردیم. محمود احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد. So, Professor, President, you have the floor, sir. ترجمه همزمان هست. خانم ها و آقایان، قصد دارم در فضای پر التهاب کنونی به برخی چالش های مهم، موضوعات مهم اشاره کنم، پیشنهادات خود را ارائه کنم. موضوع ما کاملا روشن است. ما میخوایم که خدای دنیا باشه. اتفاقا ریشه همه جنگ های دنیا همینه. ما میخوایم جبهه اصلی بمب بشود. ما میخوایم نفت تبدیل به گلوله و موشک و بمب بشود. یه جا میزنن 40 متر زیر رو سوراخ میکنه اصلا. اونا دیگه من میخوام به شما عرض کنم من مذاکره نخواهم کرد. من محمود ادای ابرقدرت ها رو در میآورم. ما بسیجیان جهان، جبهه قلدران و جبهه مفسدان در مقابل حرکت انسان سفارایی کردیم. کل در دنیا هاردوکور کردیم، قیافه گرفتیم که یک راه فرار پیدا کنیم. عامل تبعیض و فساد بنده احمدی نژاد، یک پاسدار نوپر گورزاد بنده احمدی نژاد. نظام جمهوری اسلامی نه پایه‌ای داره نه چاره‌ای داره، هیچی نداره. وظیفه دولت وحشیگری است، اشکالی نداره. بالاخره انتخابات نزدیک است. انتخابات حساس‌ترین موضوعه. انتخابات خیلی مهمه. دوستان ما لهله می‌زدن و خیلی تلاش کردن که یه موقع کسی جا نمونه جایی. این ولی اون ولی وسطی بالایی پایین. چرا شرکت نمی‌کنه یه نفر؟ انتخاب طراحی شده پشت درهای بسته انتخاب واقعی است.
قانون مال غربیاست. یه خودی هم شکمشون رو ساخون نزنه. عامل تبعیض و فساد بنده عجیبا آقا پاسدار لومپن گوزار بنده عجیبا. شما میدانید که امام مثلا جمعیت داشت له میشد. امام اومد به من گفت محمود، گفتم چی؟ گفت محمود اینقدر مردم علیه دولت شدن از بالا تا پایین دولت رو شد. خب بینندگان عزیز